بچه تو سا چطور؟ بگو پدر. همین دو دفعه سه دفعه که آمدی همین رزاق خبرزاده ما گفتی که مامای تو را کار داره. گفتم مامای کار داره. میگه مامای کی؟ کدوم ماما؟ وای سر جاب نمیگه. چی میگی تو؟ آه الله یا گندگی های دیگه در سرای کده اینا ما چوکیدار مانده بودم اونجا. ببری. یک صدا بکو که ما را دیوانه کردی گم مشکل میبره نمیبره خراب شدگی چی شد؟ تو بیا تو خبرزاده بیا تو رزاق. ماما تو بیا که حالا ما تو را جور هستی. در روزای روشن به شبای تاریک میپالدیم در روزای روشن پیدا کردیم. در سرای که چوکیدار مانده بودم او خود سرای مردم است. کل مردم اینجا جمع شده تو به کل گفتی که سرای از ماست پیسای مردم گرفتی حتی از اون سیاست که خیرات میچند نظر هم گرفتی که یک جایی میتمد اونمو ما میده سیستم تو بریم که مول جواب شبت چی رقم گپ است تو خبر نداری نکو ماما گریان. میاله پدرم مریض از بسته شو شش بودم در بالای سرش زیر ما روشن از زیر ما پرسان نمیکنی خیر پرسان چرا نمیکنیم بریم تو ببینیم رضا کجاست. بیا که سکرتی چت میشه. بیا او بچه اینش کیه این چی میکنه کاکام رضا کو صدا کو که سکرتی چت میشه. سیگریتی زد میشه بیا اینجا تو بیا جان ما شاهد دارم بیا ها کاکا این چی میگه این رضا بیا ایسو همین چی میگه سیگریتی میزدی اینجا آه سکرتی